یک تمرین دیگه که خیلی خیلی میتونه در افزایش تمرکز مؤثر باشه و نتایج خیلی خوبی رو در افزایش تمرکز به بار بیاره، تمرینی هستش که تحت عنوان تمرین محاسبه ساده اعداد ما ازش یاد میکنیم. دوست دارم یه کوتاه در رابطه با این موضوع صحبت کنم که آقای دکتر کاواشیما خب در رابطه با مغز و کارایی مغز مطالعات خیلی زیادی انجام دادن. در بخشی از مطالعاتشون این موضوع رو مورد بررسی قرار دادن که چه چیزی میتونه بیشترین فعالیت مغزی رو در ما ایجاد بکنه، به نحوی که مقدار بیشتری از سلول‌های مغزی ما درگیر اون کاری باشه که ما داریم انجام میدیم. خب به وسیله دستگاه‌های خاصی از مغز و میزان خونرسانی به مغز در واقع عکس برداری می‌کردن، دستگاه‌های fMRI که میزان جریان خون و گردش خون رو در مغز اندازه‌گیری میکنه و کارهای مختلفی رو دادن، افراد انجام دادن و از مغزشون به وسیله این دستگاه‌ها عکس برداری میکردن و مشخص میشد که الان مغزشون در حال چه فعالیتی است، چه بخشایی از مغز و به چه میزانی داره فعالیت میکنه. جالب اینه که بدونید وقتی که یک فرد داره یک تمرین پیچیده ریاضی رو با فکر میکنه و با فرصتی که در اختیارش از حل میکنه، فقط بخش کوچکی از مغز داره فعالیت میکنه. این در حالیه که اگر ما محاسبات پیچیده نه، محاسبات ساده اعداد رو با سرعت بالا بخوایم حل بکنیم، این سرعت بالا و ساده بودن محاسبات باعث میشه که بخش مهمی از دو نیم کره مغز ما درگیر با موضوع بشه و به شدت نیازمند تمرکز هست و انجام این تمرین و تکرار این تمرین میتونه باعث افزایش تمرکز در ما بشه. ما به این تمرین همونطور که گفتم میگیم تمرین محاسبه ساده اعداد، به این صورت که حالا تمرینایی که ما آماده کردیم 6 عدد رو با 5 علامت به شما نشون میدیم و در پایان میخوایم که در واقع شما پاسخ رو حدس بزنید. مثالی که در واقع میتونیم براش بزنیم این هستش که مثلا 2 به اضافه 6 منهای 7 ضرب در 2 به اضافه 8 ضرب در 3. مثلا جواب این چه عددی میشه؟ خب شما باید در هر مرحله عدد رو در ذهنتون نگه دارید، حاصل رو با عدد بعدی اون عملیات رو براش انجام بدید. مثلا وقتی میگیم 2 به اضافه 6 که میشه 8، وقتی میگیم منهای 7 یعنی 8 منهای 7 چی میشه؟ و باز توی مرحله بعدی وقتی میگیم ضرب در 2 حاصل رو میخوایم که شما ضرب بکنید و در پایان به جواب برسید. اتفاقی که میفته اینه که شما در هر مرحله باید در ذهنتون پاسخ رو نگه دارید و بعد عملیات بعدی چشمتون داره اونها رو میبینه و باید این فعالیت ادامه پیدا کنه. مغزتون در هر مرحله ای از این تمرین باید فعالیت مختلفی رو انجام بده و نیاز تمرکز خیلی خیلی بالایی داره. این تمرین رو براتون آماده کردیم و جلسات بعدی هم که در واقع شما این مجموعه رو اگر همراهی بکنید ما بر هر جلسه انشالله یه دونه از این تمرین‌ها رو آماده می‌کنیم تا بتونید این تمرین رو انجام بدید. خب قبل از اینکه تمرین رو انجام بدیم این نکته رو من اشاره بکنم که هر تمرین که به پایان میرسه شما باید پاسخ اون تمرین رو یادداشت کنید. برای این کار شما میتونید یک جدولی طراحی کنید، شماره 1 تا 10 رو بزنید، چون تمرین ما شامل 10 محاسبه است. شماره 1 تا 10 رو بزنید و در واقع میتونید قسمتی رو مشخص کنید توی جدولتون که این پاسختون با تیک یا ضرب مشخص بشه که جوابتون درست بوده یا درست نبوده. پس شماره 1 تا 10 رو شما می‌نویسید در یک برگه و بعد هر تمرین که به پایان رسید جواب اون تمرین رو شما یادداشت می‌کنید. در پایان مجموعه 10 تمرین پاسخ‌های صحیح به شما نشون داده خواهد شد و شما در واقع میتونید مشخص بکنید که هر کدوم از پاسخ‌هایی که شما دادید درست بوده یا غلط، با تیک و ضرب این رو مشخص میکنید. روزهای آینده میتونید خودتون تمرینایی رو شبیه به این طراحی کنید با محاسبات ساده 6 تایی یا بیشتر یا کمتر هر جور که میلتون هست و هر روز
در واقع میتونید تلاش کنید که در مجموع در زمان کمتر اینها رو انجام بدید. اگه خودتون میخواید انجام بدید میتونید محاسبات 10 تایی رو آماده کنید و بعد تایم بگیرید ببینید چقدر طول کشید و برای روزهای بعد سعی کنید که تو محاسباتی که بنویسید زمان کمتر و کمتری رو از شما بگیره. تمرین امروز رو با همدیگه انجام بدید.